من میکروفون رو در اختیار پویان عزیز میذارم تا در رابطه با تولید، جامعه و دولت بحثشون رو شروع کنن. بفرمایید پویان عزیز. با سلام دوباره و درود به همه دوستان و رفقای عزیز. مرسی صدام هست. من راستش تیتر این بحث رو حداقل هفته گذشته با وقایعی که اتفاق افتاده بود اینا خیلی علاقه داشتم راجع به این مسئله، یعنی مسئله مشخصی که امروزه تحت نام تروریسم یا عواملی مثل داعش و مسائلی که امروزه در جوامع غرب عمدتاً شکل گرفته صحبت بکنم، ولی لازم دیدم که یک زمینه کلی از اصولاً ساختار این جوامع که در واقع زمینه عینی شکلگیری این در واقع ایده ها و عملکردها هست رو در رابطهش صحبت بکنیم تا بهتر بتونیم با یک شناخت بهتر به این مسئله، یعنی فقط شناختمون روانشناسانه نباشه، جامعه شناسانه نباشه، بلکه یک شناخت در واقع تاریخی اجتماعی هم باشه که بتونیم به این مسئله مشخصا برخورد بکنیم. حالا امیدوارم که به هفته‌های آینده بهتر بتونیم با توجه به این بحثی که امروز میکنیم و حتما دوستان رفقا هم در شرکت میکنن بتونیم این رو در زمینه‌های مشخصی که به هر حال این ساختارهای اجتماعی در واقع بحرانهای موجود درشون رو به صورت تبلوری که امروزه میبینیم شکل گرفته بیان بکنیم. در رابطه با مسئله تولید، جامعه و دولت، من اون یه تیکه رو، یه پسیج رو توی اون سایت گفتمان گذاشتم. از اون مسئله ما شروع میکنیم، یعنی به نظر من شناخت از مسئله جامعه که اصولا جامعه چی هست، این جامعه آیا مجموعه جبری افراد هست، آیا فقط این جامعه در رابطه با مسائل اخلاقی یا امر اقتصادی شکل گرفته، یا مجموعه ای از تمام اینا هست، یعنی مجموعه ای از روابط انسان ها هست، روابط اجتماعی انسان ها هست که شکل میگیره و این روابط انسانی در واقع اولویت هاش چی هست و عوامل دیگه ای رو که باعث میشه چی هست. توی این کدی که من اونجا به هر حال سعی کردم ترجمه بکنیم، کدیه که در واقع یکی از نامه‌های مارکس به شخصی به نام پیوی آننکوف که سوالاتی میکنه توی نامه ازش در رابطه با اینکه اصولا جامعه چی هست و مارکس جوان البته سال 1946 جوابش رو در این رابطه میده. البته این توی این نامه بعدها تغییراتی داده میشه در رابطه با مفاهیم، ولی اصول و اساس این مفهومی رو که مارکس مطرح میکنه از نظر تولید اجتماعی و نقشی رو که در واقع دولت در این رابطه بازی میکنه چی هست رو خیلی کوتاه و مختصر مطرح میکنه و بیشتر روی ساختار جامعه مدنی، یعنی جامعه مدنی رو از نظر تاریخی به طور کلی بررسی میکنیم که تقریبا از قرن 17 تا 19 به طور کلی ایده هایی که در رابطه با جامعه مدنی بوده چیا بوده، این ایده ها چجوری تکامل پیدا کردن، اقتصاد سیاسی چه درکی از جامعه مدنی داشته و طبیعتا اشخاصی مثل هگل درکشون از جامعه مدنی چی بوده و نظر مارکس در رابطه با جامعه مدنی چی بوده و بعد از مارکس کسانی مثل
لنین پلوخانوف وجهی از جامعه مدنی رو تعریف، مسائل دیگه رو واردش میکنن و بعد از اون کسانی مثل گرامشی و آلتوسر در واقع به مضمون این، یعنی مفهوم جامعه مدنی بیشتر میپردازن و ضمائم بیشتری رو توضیح میدن. علی رغم این که کدوم یک از اینا رو، یعنی این روند رو ما قبول داشته باشیم یا نه، به نظر من دونستن این مسئله که این درک‌های متفاوت و این پروسه رشد در رابطه با مفهوم جامعه مدنی بسیار لازم و ضروریه. یعنی اگه ما واقعا از شکل ظاهری این جوامع امروزه بخوام صحبت بکنیم بدون اینکه درکی از شرایط تاریخ اجتماعی که این جوامع شکل گرفتن نداشته باشیم و دقیقا نمیتونیم به مسائل امروزه برخورد بکنیم. مسئله عمده میشه، مسئله غیر عمده میشه، مسائلی رو که سرمایه‌داری به نوعی تبلیغ میکنه، لانسه میکنه، بیشتر به دنبالش میرن و درکی به نظر من غیر تاریخ اجتماعی از مسائل گفته میشه و اینو حالا بعدا میتونیم توی برخوردی که نیروهای سیاسی حتی به مسائل اخیر میکنن بپردازیم. یعنی درکیست که به نظر من از یک مضمون واقعی، مضمون تاریخی اجتماعی طبقاتی تا اونجایی که من فکر میکنم کاملا برخوردار نیست، ولی یک درک مشخص سیاسی اجتماعی در یک حیطه محدود بیشتر نداره. ولی در رابطه با این پسیجی که میبینین، سوال اینه که آیا انسان ها آزادن به اون شکلی که میخوان زندگی بکنن، جامعه رو سازمان بدن؟ مارکس معتقده که به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی انسان ها بر حسب شرایطی که براشون به وجود اومده و این شرایط مضمون یک روند تاریخی هست که این روند تاریخی رو هم انسان ها میسازن، در واقع جامعه شکل میگیره و بر اساس متریالیسم دیالکتیک در واقع عمدتاً اون چیزی که تحت عنوان متریالیسم مطرح میکنه این عوامل در واقع مادی جامعه هستن که اساس و بنیاد جامعه رو شکل میدن و این به این معنی نیست که عوامل دیگه، عوامل فرهنگی، عوامل ذهنی در این رابطه دخالتی نداشته باشن، ولی اون چیزی که عمدگی داره رو توانایی های تولیدی انسان ها در نظر میگیره. یعنی وقتی که میگه که توانایی‌های تولید انسان‌ها رو در نظر بگیرید، چند و چون شکل مبارزه و مبادله و مصرف رو نتیجه خواهید گرفت، این دقیقاً بیان این مسئله است که اون چیزی که به عنوان توانایی‌های تولیدی انسانی هست، یعنی اون چیزی که تحت عنوان نیرویی است که میتونه تولید بکنه در جامعه، این در واقع تعیین کننده است. این توانایی تولیدی منظور فقط انسان ها نیستن، توانایی تولیدی تمام عوامل طبیعی و عوامل غیر طبیعی، عوامل از جمله ابزار کار اینا و سازماندهی کار هم جزئی از این توانایی های تولیدی به حساب میاد. ولی نقطه مرکزی این انسان ها هستن که در واقع اینا رو به هم وصل میکنن، یعنی هم تولید کننده این ساختار هستن و هم در واقع بدون این انسان ها این ابزار عمل نمیکنن. برای همین در رابطه با توانایی تولیدی به طور مشخص مطرح میکنه که امر مبادله و مصرف این شکل مبادله رو که اینجا صحبت ازش میکنه بعداً به مناسبات تولیدی متکاملش میکنه. این شکل مبادله رو قبلا عمدتاً از دیدگاه تولید مطرح میکرده، بعداً این رو به شکل
مناسبات تولیدی مطرح میکنه، یعنی عوامل روبنایی و زیربنایی رو کاملا در این رابطه در نظر میگیره. و امر مصرف جامعه به این معنی که جامعه اصولا باید تولید بکنه که بتونه به حیات خودش ادامه بده و چگونه این مصرف انجام میشه و این مصرف رو در واقع به چه شکل صورت میگیره در واقع امری تعیین کننده است. این در واقع اون اساس و بنیاد جامعه رو در این رابطه توضیح میده و در مرحله بعدی میگه که این تحول، یعنی این ساختار که شکل گرفت در رابطه با این تحولی که کلیه این ساختار متحول میشه، این تحول رو هم در این رابطه در نظر میگیره که متریالیسم تاریخی بر این مبنا حرکت که انسان‌ها برای زندگی بهتر، برای اینکه شرایط زندگیشون رو بهتر بکنن تلاش میکنن، کار میکنن و این کار محصولی داره و این محصول در واقع فقط مادی نیست، محصول در واقع ذهنی هم هست، محصول در رابطه با سازماندهی هم هست، محصول در رابطه با روابط اجتماعی هم هست. برای همین میگه این در این فراز و نشیب، در این تحولی که در رابطه با امر تولید انجام میشه و مبادله و مصرف انجام میشه، در واقع ساختمان اجتماعی، اونی عواملی که این شکل از تولید باش تغییر میکنه، ساختار اجتماعی در واقع بنیادش خانواده و در واقع تمام سازوکارهای اجتماعی و از جمله اون چیزی که بعدها حالا بیشتر بهش میپردازیم تقسیم کار اجتماعی هست که در واقع روابط طبقات اجتماعی رو هم در بر میگیره. یعنی با تغییر این روابط از یک سیستم به یک سیستم دیگه در واقع این ساحه هم مضمونشون عوض میشه، در واقع فانکشنشون در رابطه با این شکل تولید تغییر پیدا میکنه. و به طور کلی در بخش آخر رابطه دولت رو با این جامعه مدنی، با این جامعه با جامعه به طور کلی مطرح میکنه و این رو از این زاویه مطرح میکنه که مارکس معتقده که ساختار این جامعه، ساختار مدنی این جامعه در واقع دولت رو میسازه. یعنی دولت از آسمون نمیاد، دولت در واقع مجموعه ای از این روابطی هست که در واقع بر فراز جامعه قرار میگیره و به شکل دولت عمل میکنه. این رابطه رو در واقع حالا بعداً اینو بیشتر بهش میپردازیم، برخلاف اون چیزی که اقتصاد به طور کلی اون دیدگاه هایی که به طور فلسفی و ایدئالیستی مسئله جامعه مدنی رو تعریف میکردن به اون انتقاد میکنه و در واقع با درک مشترک در رابطه با ساختار جامعه مدنی و دولت و رابطه اونا رو از هگل میگیره و اون رو بهش نقد میکنه و متکاملش میکنه. یعنی هگل در واقع یک رابطه‌ای رو بین جامعه مدنی و دولت مطرح میکنه، ولی این رابطه رو یک رابطه ذهنی میدونه، این رو آشتی پذیر میدونه و مارکس این رو در واقع وارونه میکنه، نشون میده که این جامعه مدنی که هگل ازش صحبت میکنه، این جامعه در واقع صحنه مبارزه طبقاتیه و این دولت جدا از این جامعه مدنی نیست و از این جامعه مدنی نشأت گرفته، برخلاف اون چیزی که هگل مطرح میکنه که این دولته که تغییر میده جامعه مدنی رو. و این در واقع چارچوبیه که مارکس بهش برخورد میکنه. حالا به نکاتی در این رابطه میپردازیم که به طور کلی در رابطه با رشد ابزار تولید چگونه میشه که در واقع
اشکال مختلف جامعه و اشکال دولت پیدا میکنه. یعنی رشد ابزار نیاز به ساختارهای نوین پیدا میکنه، به این صورت که شما در نظر بگیرید برای اینکه یک ساختاری رو، مثلا یک چه میدونم آسیاب آبی رو در نظر بگیرید، این آسیاب آبی یک شرایط از نظر تقسیم کار اجتماعی، شرایطی که از نظر شرایط کار درش شکل میگیره و ساختارهای اجتماعی که ضرورت این ساختار رو در واقع نشون میده، اینا کاملا متفاوت با یک ساختاری میشه که مثلا یک آسیاب صنعتی خیلی پیچیده‌ای بخواد این کار رو بکنه. و خب طبیعتا ساختارهای اجتماعی در شکل اولیه خودش، در اون شکل آسیاب آبی، عمدتاً به صورت در واقع جوامع کوچیک، به صورت جوامعی که خودکفا هستن، جوامعی که تولید میکنن که این تولیدشون مصرف بشه و طبیعتاً آنچنان پیچیدگی در رابطه با ساختارهای در واقع تکنیکی ندارن، شکل گرفته و شکل خانواده، شکل اون کامیونیتی، اون جامعه‌ای که توش زندگی میکنن شکل خیلی ساده‌ای داره. ولی وقتی که این به یک ساختار پیچیده تر تبدیل میشه، خب طبیعتا این ساختار پیچیده تر تقسیم کار پیچیده تری را هم در بر میگیره، محصولش در واقع باید مبادله بشه و این شرایطیه که خب کل ساختار جامعه رو تغییر میده. یعنی این رو در بعدهای مختلف که نگاه بکنید، این تغییرات، یعنی تغییرات ابزار تولید، تغییرات سازماندهی کار و تغییرات که انسان ها در این رابطه شرکت میکنن، شرایط زندگیشون هم از نظر ساختارهای اجتماعی، هم از نظر سازمان خانواده کاملا تغییر پیدا میکنه و در جامعه سرمایه‌داری در واقع این شکل به شکل نوین خودش صورت میگیره. حالا من بعداً توضیح میدم که منظور از این مسئله چیه، یعنی این چه تفاوت اساسی وجود داره بین این ساختارها و ساختاری که در جامعه سرمایه‌داری شکل میگیره. در جوامع ما قبل سرمایه‌داری عمدتاً یک رابطه‌ای که انسان‌ها برای تولید شکل میدن یک رابطه مستقیمه، یک رابطه‌ایه که در واقع انسان ها در یک رابطه مستقیم با هم، با توجه به سنت، با توجه به عوامل فرهنگی، با توجه به احساسات، با توجه به تمام عوامل دیگه‌ای که انسان ها در رابطه شخصی با هم دارن صورت میگیره. یعنی این رابطه یک رابطه مستقیم و یک رابطه است که در واقع بین انسان‌ها بدون واسطه شکل می‌گیره. در جامعه سرمایه‌داری به علت پیچیدگی این امر تولید و سازماندهی کار، طبیعتاً این شکل عمل کننده نیست. در نتیجه امر اقتصادی از امر سیاسی جدا میشه. امر اقتصادی به معنی امریه که مشخصاً امر تولید رو در بر داره. امر سیاسی در رابطه با چگونگی اداره جامعه است. یعنی در جوامع ما قبل سرمایه‌داری اینا در یک واحد مشخص عمل میکنن، در یک واحد مشخصی که در واقع این جدایی نیازی به ساختارهایی مثل قانون نداره، نیازی به ساختارهایی مثل ساختارهایی که در جامعه مدنی عمل میکنن نداره و عمدتاً از طریق قدرت، از طریق نیروی توانایی که دولت در دست داره در واقع یا مالکان به طور مستقیم در دست دارن عمل میکنن. یعنی در اون جوامع عمدتاً شخص فئودال یا بردهدار در واقع خودش هم قاضی، هم اجرا کننده است و هم به قول معروف عمل رو انجام میده.
در صورتی که ساختار جامعه سرمایه‌داری عوامل سرمایه هستن که این رو تعیین میکنن و این عوامل سرمایه خب طبیعتا ساختارهای نوین رو به وجود میارن و این ساختارهای نوین در واقع از یک طرف خودشون محصول تاریخی این رشد این شرایط هستن و از طرف دیگه شرایطی رو به وجود میارن که این شرایط محصول در واقع همین شکل از تولید هم هست، یعنی نیاز این تولید و در پروسه تاریخ این شکل از زندگی تولید و روابط اجتماعی رو شکل داده و این دو با هم در واقع ساختار نوین دولت رو شکل میدن. توی این رابطه است که وقتی که ما صحبت میکنیم از شکل تحول اجتماعی، این تحول اجتماعی رو وابسته به امر تولید و مبادله و مصرف میدونیم و این رو تا اندازه‌ای مارکس توی این پسیج خودش مطرح میکنه که این به چه صورت انجام میشه. مسئله دیگه ای که به نظر من لازمه که قبل از اینکه مسئله جامعه مدنی رو توضیح بدیم در رابطه با امر اجتماعی و شکل اقتصادیه که به نوعی به مارکس خورده میگیرن که در واقع امر اجتماعی رو از امر اقتصادی در واقع تمیز داده نمیشه، اینا رو با هم بررسی میکنه که این درک رو، یعنی اگه شما به طور مشخص تعریفی یا مفهومی رو که از جامعه مارکس مطرح میکنه اینه که جامعه مدنی در واقع جامعه بورژوازیه، جامعه‌ایه که انسان‌ها در تقسیم کار اجتماعی از نظر اقتصادی هر کدوم عملکرد مشخصی دارن و معتقد هست که این ساختار، یعنی این ساختار جامعه بورژوازی یا همون جامعه‌ای که بهش میگه جامعه مدنی در واقع در واقع شکل دهنده جامعه سیاسی هم هست. یعنی این رابطه رو به طور مستقیم همونجوری که هگل میدیده ولی وارونه میبینه، یعنی معتقده که شکل گیری این جامعه مدنی که عمدتاً عوامل اقتصادی تعیین کننده، یعنی انسان‌ها در جامعه مدنی کارگرن، صنعتگرن، بانکدارن، تاجرن، کارمندن، ولی نقش مشخص خودشون رو در این اشکال مختلفی که از نظر نقش تولیدی بازی میکنن دارن، ولی در جامعه سیاسی عمدتاً اینو به عنوان شهروند نمایندگی میشن. بحث مارکس اینه که در این جامعه سیاسی درسته که نشأت میگیره از این جامعه مدنی، ولی به این معنی نیست که منافع همه این جامعه مدنی رو نمایندگی بکنه. دقیقاً میگه که این دولت در واقع اون مناسبات غالبی که توی این جامعه مدنی هست از اون مناسبات دفاع میکنه، ولی این شکل رو در واقع به این صورت میبینه که جامعه مدنی رو یک جامعه‌ای میبینه که عمدتاً اقتصادیه که حوزه‌ای هست که امر استثمار درش شکل میگیره، برخلاف اون چیزی که اقتصاددانان کلاسیک مطرح میکنن که گویا منافع مشخص افراد در مقابل هم قرار میگیرن. یعنی اقتصاددانان کلاسیک معتقدن که در جامعه مدنی افراد منافع مشخص دارن، این منافعشون در مقابل هم قرار میگیره، از عقلانیتی استفاده میکنن که بتونن این هر کسی منافع خودش رو حفظ بکنه و کل این منافع جامعه رو هم در بر میگیره. این کار رو به صورت عقلانی انجام میدن. مارکس معتقده که این شکل نیست، این شکل در واقع جامعه مدنی در واقع صحنه مبارزه طبقاتیه و جامعه مدنی رو در واقع وحدتی از اضداد میدونه. یعنی معتقده که جامعه مدنی در واقع
شکلی از جامعه است که تضادهای اجتماعی درش وجود داره و این تضادهای اجتماعی رو در پروسه رشد در خدمت تولید کنندگان میبینه. یعنی معتقده که عواملی که توی این جامعه مدنی در جامعه بورژوازی حرکت میکنن، این عوامل نمیتونن به اون مسئله اصلی که گفتم در رابطه با مسئله مصرف جامعه هست پاسخگو باشن و به همین علت به عنوان یک ضرورت تاریخی مجبوره که این جامعه مدنی ساختار خودش رو بر این اساس عوض بکنه. یعنی ابزار تولیدی که شکل میگیره، ساختار سازماندهی تولیدی که شکل میگیره، این سازماندهی تولید در رابطه با گرایش به آن چیزی که جامعه داره یا اون چیزی که من سوسیالیسم در واقع شکل بگیره و بر اساس این نظریه تاریخی خودش هست که سوسیالیسم اصولا مطرح میکنه. ولی خب طبیعتا این پیچیدگی های خاص خودش رو داره که حالا بیشتر بهش میپردازیم. در رابطه با نظرگاه های مختلفی که در رابطه با جامعه مدنی هست، پرو جان هر جایی که فکر میکنین که احتیاج هست که بریک بدیم به هم فقط بگین که اگه توی این بخش بحثم سوالاتی هست یا دوستان صحبتی دارن میتونن بکنن تا بخش بعد رو ادامه بدیم. اگه چیزم هست که الان من بخش دومو که در واقع بررسی جامعه مدنی هست رو شروع میکنم. خیلی ممنون پویان عزیز. با درود و سلام به همه دوستان، خسته نباشید به پویان عزیز. اگر دوستان سوالی دارن، اگر مایل باشن در رابطه با قسمت اول صحبت‌های شما میتونن نوبت بگیرن و سوال کنن. بنابراین از اونجایی که نمیبینم کسی سوالی داشته باشه، اگر خسته نشدین بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. مرسی. در رابطه با جامعه مدنی من یه تاریخچه از جامعه مدنی مطرح میکنم که اصولا این مفهوم به شکل نوین خودش، به شکل اون چیزی که امروز ازش استفاده میکنیم بین قرن 17 تا 15 بود که شکل گرفت و این امر اگه یادتون باشه گفتم که در جوامع ما قبل سرمایه‌داری عمدتاً تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از هم در واقع جدا نبود، یعنی در یک هیته عمل می‌کردن. با تغییری که ببینید ما درک که عمدتاً از پدیده ها داریم اینه که این پدیده ها شرایط عینی در شرایط تغییر عینی خودشونن که مفاهیم رو شکل میدن، نه اینکه مفاهیم در واقع این پدیده ها رو به وجود میارن. برای همین در پروسه قرن 16 هم 17 هم هست که در واقع کارزاری یا بحثی در میگیره در رابطه با اینکه این تفکیک زندگی مدنی از زندگی سیاسی چگونه انجام بشه. یعنی این مفهوم در یونان قدیم، در روم قدیم اصولا وجود خارجی نداشته، اگرچه مثلا زمینه‌هایی در رابطه با جدایی حقوق خصوصی و عمومی شکل گرفته بوده، ولی تحت نام جامعه مدنی اصولا نبوده، یعنی اون مضامین کاملا متفاوت بوده. برای اولین بار کسانی مثل هابز، لاک و روسو که نظریه پردازان روشنگری هستن در واقع به این موضوع میپردازن، ولی مضامینی رو که عمدتاً اینا در نظر دارن بیشتر وضع طبیعی شرایطی تولید هست و جامعه هست و اون چیزی که تحت نام جامعه مدنی یا جامعه سیاسی در مقابل این قرار میگیره. در واقع سعی میکنن که یک جامعه مدنی رو از نظر مفهومی بسازن که این جامعه مدنی در واقع محصول خرد جمعی باشه و به طور کلی با اشاره به حقوق خصوصی سعی میکنن که یک حریمی رو ایجاد بکنن که این حریم در
حیطه دسترسی دولت به طور مستقیم نباشه. یعنی با این مضمون حرکت میکنن، ولی عمدتاً به عوامل تاریخی و اجتماعی مراجعه نمی‌کنن. یعنی به طور کلی جامعه مدنی رو به شکل خردگرایی خودش در واقع یک جامعه مصنوعی تصور میکنن که این رو با قوانین، با شرایطی که میخوان به وجود بیارن بسازن. به طور کلی اون چیزی که نام قرارداد اجتماعی و نظر پردازان که این قرارداد اجتماعی رو در واقع تبلیغ میکنن و تئوریزه میکنن، به طور کلی بر شرایط و وضع طبیعی بیشتر تکیه میکنه. یعنی اگه این مسئله رو در نظر بگیریم که عمدتاً این دیدگاه ها منوط بر این هستن که تولید شرایط تاریخی، تولید اجتماعی و شکل جامعه منوط بر ابزار تولید نیست، منوط بر تغییرات اجتماعی نیست. یک امر، یعنی نقش انسان ها رو در این یک نقش مستقیم نمیدونن و این رو یک امر طبیعی میدونن. یعنی تولید جوامع، این تغییر و تکامل جامعه رو یک امر طبیعی میدونن. در نتیجه معتقدن که از این امر طبیعی باید حراست بشه. عواملی که شکل گرفته اینا عواملی هستن که بازدارندن و این عوامل باید کنترل بشن. برای همین قانون مداری رو مطرح میکنن، انسان قانون مدار رو مطرح میکنن. یعنی شکل قانون هست که میخوان این جامعه‌ای که نابرابری هایی درش وجود داره رو اداره بکنن. یعنی چی؟ یعنی وجود نابرابری ها در جامعه رو، در تولید اجتماعی رو یک امر طبیعی و مسلم میدونن، در رابطه با کنترل این امر باید عمل بکنن. ولی مضمون کنترل این امر یعنی ادامه این حرکت. یعنی این مضمون رو در نظر بگیریم. اصولا روی کردی که به طور کلی ایدئالیست ها یا همون کسایی که مثل هابز و لاک و اینا بودن مطرح میکردن، اینا مبتنی بودن بر یک در واقع فلسفه ناب نظری که در این فلسفه ناب نظری جامعه نوین رو توضیح بدن که چجوریه، بر اساس مفاهیم توضیح بدن این رو، نه بر اساس واقعیات موجود. یعنی اگرچه انگیزشون واقعیات موجود بوده ولی از این واقعیات موجود استفاده نمی‌کنن. اون چیزی که فلسفه در واقع اقتصاد کلاسیک در 18 شکل میگیره به اینا برخورد میکنه و اصولاً مضمون تاریخی رو عمده میکنه. یعنی فلسفه کلاسیک اقتصادی در واقع با عمده کردن مضمون تاریخی در واقع به اینا برخورد میکنه و جامعه مدنی رو در واقع به عنوان یک ضرورت عینی بررسی میکنه. دیگه به یک شکل ذهنگرایی بهش برخورد نمیکنه که در میون اینا آدم فرگسون، آدم اسمیت و جان استوارت خیلی شاخص هستن که اینا با نقدی که به این ایدئالیستا میکنن در واقع جامعه مدنی نوین رو توضیح میدن و بعداً هم کسانی مثل ریکاردو و مالتوس و اینا به اینا میپیوندن. به طور کلی عواملی رو که مطرح میکنن، یعنی مسائلی رو که به طور مشخص اون ایدئالیستا مطرح میکردن، عمدتاً مسئله رو به صورت چجوری بگم نورماتیو، هنجاری میدیدن. یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم رو میگرفتن، درک ذهنیشون رو در تکامل این ارائه میدادن، در یک پروسه فلسفی ارائه میدادن و نتیجه مطلوب رو از اون زاویه مطرح میکردن. و اون چیزی که مثلا توضیح میدم این مسئله رو
به چه صورته؟ در رابطه با مثلا میگم دموکراسی، بحثی که در رابطه با دموکراسی میکردن به این صورت بود که دموکراسی از نظر مفهومی به معنی حاکمیت مردم هست. این رو در واقع چون حاکمیت مردم هست به شکل مفهومی خودش سعی میکردن این رو در جامعه پیاده بکنن، یعنی یک ذهنیتی رو که از نظر عقلانی هم در واقع قابل پسند هست و از نظر تفکر اجتماعی هم قابل پذیرش هست رو به عنوان یک واقعیت که پیاده بکنن بدون اینکه به این واقعیت موجود برخورد بکنن. یعنی از این واقعیت موجود هست که این مفهوم رو در بیارن، یعنی برعکس عمل میکردن. به طور کلی اقتصاددانان کلاسیک با برخوردی که میکنن دیدگاهشون از جامعه مدنی رو حوزه در واقع خودخواهی همگانی میدونن. یعنی معتقد هستن که در این جامعه مدنی یک درک مشخصتری رو مطرح میکنن. میگه این خودخواهی به این صورته که در درون این جامعه مدنی هر کسی سعی میکنه که کسان دیگر رو وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خودش قرار بده و برای اثبات این به واقعیت جامعه مدنی رجوع میکنن که این جامعه مدنی دقیقاً اشکالی رو که عمل میکنه در رابطه با تولید، در رابطه با مبادله، این شکل رو درش میبینن. ولی از این پیشتر نمیرن، یعنی به این مناسبات که بعداً توضیح میدیم برخورد میکنن که اینا چرا شکل گرفته و به چه صورت عمل میکنه. به طور کلی جامعه مدنی رو معلول سودجویی افراد میدونن که این رو ادم اسمیت کاملا فرموله میکنه و معتقدن که اصولا این مخواست یک برنامه ریزی از طریق حکام نیست. یعنی رابطه جامعه مدنی و حاکمیت رو در واقع جدا از هم بررسی میکنن. مارکس با این مسئله که اصولاً دولت منبع اراده خواست جمعی نیست، یعنی برخلاف اون چیزی که حالا بعداً صحبتشو میکنیم، هگل میگه که دولت در واقع جاییه که عقلانیت حکم میکنه و انسانها که توی این جامعه هستن و این رابطه‌ای که دارن این رابطه عقلانی نیست، در درون دولت هست که این تفاهم انجام میشه و این عقلانیت در واقع به جامعه تحمیل میشه و جامعه عقلانی رو شکل میده، یعنی اون جامعه آشتی یافته رو شکل میده، اون شکل ایدئالیستی جامعه رو شکل میده. مارکس معتقده که این عمل در واقع به این صورت به شکل وارونه خودش انجام میشه، یعنی از یه رضای طبقاتی در درون جامعه هست که دولت نشأت میگیره و این مبارزه هست که در واقع امر دولت رو به عنوان امر برای اداره جامعه در خودش نفی میکنه، یعنی این رو به صورت دیگه مطرح میکنه و این نظرگاه رو خب طبیعتاً گفتم از هگل میگیره و به طور کلی اون چیزی رو که هگل در واقع درکی رو که از جامعه مدنی مطرح میکنه، قبل از اینکه اینو بگم که هگل اصولاً ساختارهای یعنی جامعه رو در سه بعد خودش میبینه، دولت رو میبینه، خانواده رو میبینه و جامعه مدنی رو میبینه، ولی جامعه مدنی رو در واقع یک دقیقه‌ای بین این دو میبینه. اهمیت تفکر هگل در این رابطه اینه که جامعه مدنی رو به طور مشخص جدا میکنه از خانواده و از دولت، ولی این رو یعنی در این مسئله معتقد بر این هست که در
درون اینجا هست. این جامعه مدنی رو سنتز عملکرد خانواده میبینه و جامعه مدنی رو یک چیزی کمتر از دولت میبینه، یک چیزی بیشتر از خانواده میبینه و این رابطه رو سعی میکنه که اون مضمون جامعه آشتی یافته رو در این رابطه توضیح بده. یعنی حل شدن خانواده در جامعه مدنی و حل شدن جامعه مدنی در درون دولت این ساختار نوین رو در واقع به وجود بیاره. پس مسئله رو که مطرح میکنه جامعه مدنی از یک طرف به دولت، از یک طرف به خانواده وصله و این رو مستقل از هر دو میدونه، ولی جامعه مدنی رو جایگاهی میدونه که در واقع این تضادهای اجتماعی خودشون رو در مقابل هم قرار میگیرن و به کمک عقلانیت دولت در واقع جامعه اخلاقی رو شکل میدن، جامعه رو شکل میدن که به شکل ایدئال خودش رو داره. به همین صورت جامعه مدنی رو فقط حوزه سیاسی نمیدونه، یعنی گفتم اون حوزه میانی میدونه، یعنی هم نقش خانواده رو درش میبینه و هم نقش دولت رو میبینه، برخلاف اون چیزی که اقتصاددانان کلاسیک مطرح میکردن. در این رابطه است که اون چیزی رو که در فلسفه حق هگل بهش مطرح میکنه که با در واقع پیروی کردن از اقتصاددانان انگلیسی هست، محتوای جامعه مدنی رو به طور کلی انگیزه های فردی رو در انسان ها میدونه، یعنی انگیزه های فردی در انسان ها شکل میدن این جامعه مدنی رو. به جز اون نهادهای اجتماعی رو هم میبینه، میگه نهادهای فکری و اجتماعی هم درون این جامعه در واقع از جمله عواملی مثل مذهب و اینا هم در این جامعه ساختارهای خودشون رو به وجود میارن هستن و در این رابطه است که به اون تز معروف خودش به جامعه عقلانی میرسه. پس این پروسه رو، یعنی پروسه شکلگیری جامعه عقلانی رو در این رابطه از در واقع ادغام خانواده در جامعه مدنی و ادغام جامعه مدنی در دولت توضیح میده. نقشی رو که هگل به طور کلی در ادبیاتی که استفاده میکنه در رابطه به جامعه مدنی، یکی از نقاط روشنی هست که نظرگاه هگل مطرح میکنه، یعنی جامعه مدنی رو به عنوان یک پدیده مشخص بررسی میکنه و جایگاه تاریخیش رو مشخص میکنه، یعنی اون رو محصول در واقع یک پروسه تاریخی میدینه. ولی در تکامل این نظریه که مارکس اون رو مطرح میکنه، معتقد مارکس برخلاف اون چیزی که هگل مطرح کرده که جامعه مدنی حوزه خودخواهانه افراد نیست، بلکه جامعه مدنی در واقع شرایطی به وجود میاد که در این شرایط، یعنی وقتی میگیم شرایط یعنی مجموعه عواملی به وجود میاد که نقشی که انسان ها بازی میکنن در این جامعه در واقع اون شکلی از استثمار رو به مفهوم ویژه خودش عمل میکنه. یعنی نقش انسان ها رو در این جامعه مدنی در واقع مشمول شرایط تاریخی مشخصی قلمداد میکنه و این شرایط تاریخی رو که وقتی صحبت ازش میکنه به عوامل مختلفش برخورد میکنه، یعنی شکلگیری این رو یک ضرورت تاریخی میبینه، ولی از طرف دیگه انهدام این شرایط رو هم به عنوان رشد تفکر، به عنوان رشد ابزار تولید، رشد انسان‌ها بخشی دیگه ای از این پروسه میبینه. در واقع اون چیزی رو که نهادهایی رو که
هگل ازشون استفاده میکنه که جامعه مدنی رو به یک جامعه آشتی یافته تبدیل بکنه رو مارکس اونا رو نهادهایی میدونه که در واقع تضاد مبارزه طبقاتی رو تشدید میکنن و تفاوت کلی رو که نظرگاه هگل با نظرگاه مارکس داره اینه که در نظرگاه مارکس هگل دولت مقدم بر جامعه مدنی، یعنی دولت هست که در جامعه مدنی نفوذ میکنه و اون رو شکل میده و اون رو عقلانی میکنه. مارکس دقیقاً برعکس مطرح میکنه، معتقده که جامعه مدنی بر دولت مقدمه و این عملکرد این جامعه مدنی است که دولت رو میسازه و این دولت عقلانی نیست. برای همین اون چیزایی رو که صورتبندی رو که مارکس مطرح میکنه، جامعه مدنی رو در واقع پروسه دیالکتیکی میدونه که امر اجتماعی و امر سیاسی یا اون چیزی که تحت نام چیرگی و ایستادگی هست، اون چیزی که تحت نام سرنگونی و رهایی هست، درون این جامعه وجود داره و عمل میکنه. یعنی این از رو در جامعه مدنی میبینه. از طرف دیگه جامعه مدنی رو به طور جداگانه از دولت بررسی نمیکنه، یعنی همیشه این رابطه رو در نظر میگیره که این جامعه مدنی و این دولت در یک رابطه مشخص شکل گرفته و تاثیرگذارن بر روی هم. یعنی شکلی که جامعه مدنی دولت رو شکل میده، این شکل دولت هم بر تغییر جامعه مدنی میتونه تاثیرگذار باشه با عواملی که بعداً گرامشی به طور مشخص بهش برخورد میکنه، یعنی عواملی رو که در واقع برای کنترل جامعه مدنی ازش استفاده میکنه بیشتر باز میکنه. چیزایی رو که به طور مشخص مارکس در رابطه با جامعه مدنی مطرح میکنه و مشخصاتش رو یکی امر رقابت میدونه، یکی امر فردگرایی میدونه، یکی جدالی که در این جامعه وجود داره. یعنی این سه مشخصه به عنوان مشخصه‌ای که جامعه مدنی رو تعریف میکنه ازش نام میبره و این سه مشخصه طبیعتاً رقابت رو یک رقابت در تولید میبینه، امر سیاسی رو مستلزم این رقابت میدونه، یعنی امر سیاسی در این خدمت قرار میگیره که این کار رو بکنه. فردگرایی به طور مشخص درون این جامعه به عنوان یک ساختار اساسی همواره تبلیغ میشه و این به خاطر در واقع اون چیزی هست که تولید یک امر اجتماعی، تولید یک نیاز اجتماعی. در واقع فردگرایی سعی میکنه، فردگرایی سرمایه‌دارانه سعی میکنه که این امر اجتماعی رو در واقع به مسئله منافع انسانهای مختلف با منافع انسانهای مختلف توضیح بده و اونا رو بر حسب نژاد، بر حسب رنگ، بر حسب توانایی، بر حسب آگاهی، بر حسب نمیدونم دانش، اینا رو تقسیم بندی بکنه. و بخش دیگه ای که مشخصا یه بخش عمده ای هست که مارکس برخورد میکنه، بخش اون کانفلیکتیه که توی این جامعه وجود داره. یعنی همواره این منازعه در واقع انکارناپذیره، میتونه در یک پروسه های کاهش پیدا بکنه ولی از نظر تاریخی یک امر اجتناب ناپذیره. در رابطه با، حالا من این مسئله رو اینجا بگم که ببینید بعد از مارکس، یعنی مارکس به طور مشخص در زمانی که به طور کلی
تئوری‌های خودش رو مطرح میکرد، این تئوری‌ها رو به عنوان یک تئوری‌هایی که جنبه علمی دارن و قابل گسترش هستن مطرح میکرد و طبیعتا معتقد نبود که این چیزایی که داره میگه به همون صورت همواره به عنوان یک کتاب مقدس یا یک تئوری مقدس میمونه. معتقد بود که با رشد جامعه، با رشد تولید، با رشد ابزار تولید، با رشد نیروهای مولده، با رشد ساختارهای که شکل میگیره، اینا میتونن متکامل بشن، حتی میتونن بعضیاشون رد بشن. یعنی با این دید مسئله رو مطرح میشه. گرامشی از کسانی بود که در واقع یعنی جامعه مدنی رو از اون چیزی که مارکس گفت فراتر بود. حالا علیرغم این که ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، به نظر من دانستن این مسئله خیلی لازمه. یعنی اینکه چقدر نظرات گرامشی با واقعیات موجود در توضیح مسائل در واقع این توضیح دهنده واقعیت موجود هست رو به نظرم باید دانست. گرامشی اصولا جامعه مدنی رو فقط یک زیرساخت نمیدونست اونجوری که مارکس مطرح میکرد، یعنی روابطی که در جامعه اقتصادی، در تولید فقط صورت میگیره. معتقد بود که جامعه مدنی اصولا یک رابطی است بین جامعه سیاسی و جامعه بورژوازی، یا اون جامعه که مارکس مطرح میکنه که انسان ها نقش مشخصی رو در تولید بازی میکنن و بر اساس این معتقد بود که این یعنی این جامعه مدنی که شکل میگیره، این جامعه مدنی در همه جوامع به یک صورت شکل نمیگیره. ساختارهایی که سرمایه‌داری شکل میگیره، این جامعه مدنی متفاوته. در جاهایی در واقع این جامعه مدنی به نوعی نقش خودش رو در رابطه با حمایت از دولت سرمایه‌داری اعمال میکنه. در جایی اصولاً به علت شرایطی که ساختارهای سرمایه‌داری شکل گرفته، این جامعه مدنی اصولا شکل نگرفته، یا اگر شکل گرفته این شکل خیلی ژله‌ایه، خیلی در واقع پاش تو هواست. برای همین شیوه مبارزه رو در این رابطه تعیین میکنه که چه نوع شیوه مبارزه برای این دو نوع از در واقع جامعه مدنی ضرورت داره. پس اون چیزی که گرامشی به طور کلی مطرح میکنه اینه که جامعه مدنی فقط مربوط به زیربنای اقتصادی نیست، بلکه یک حالت میانه داره، یعنی جامعه سیاسی رو به جامعه اقتصادی وصل میکنه و این طبیعتاً چون این یک رابط هست، بخشی از دوتا رو در درون خودش داره. هم جامعه اقتصادی، هم حاکمیت سیاسی عوامل خودشون رو در این جامعه مدنی دارن و در اینجاست که نقش این جامعه مدنی در رابطه با تحولاتی که انجام میشه هم از نظر عینی و هم از نظر ذهنی بسیار مهمه. یعنی کسب این جامعه مدنی اهمیت خاصی پیدا میکنه. به طور کلی مطرح میکنه که جامعه مدنی جامعه‌ایه که بلوک‌های قدرت‌های طبقاتی عمل میکنن. یعنی قدرت‌های طبقاتی به طور مشخص در مصاف با بخش مقابل در درون این جامعه مدنی هست که شکل میگیره. حالا در جوامعی که این جامعه مدنی شکل نگرفته، خب طبیعتاً دولت هایی داریم که این دولت ها عمدتاً اون نقش تاریخی خودشون، یعنی امر دیکتاتوری خودشون رو اوریانتن عمل میکنن تا جوامعی که این شکل از جامعه مدنی شکل گرفته. یعنی این مفهوم در واقع هژمونی رو که
در واقع گرامشی ازش استفاده میکنه به این مفهومه که من قبل از این یه چیز رو بگم که هژمونی رو گرامشی در رابطه با جامعه مدنی استفاده میکنه، ولی قبل از گرامشی پلوخانوف و لنین هم از این واژه استفاده میکنن، ولی این واژه رو فقط برای پرولتاریا استفاده میکنن. توی انترناسیونالی سوم این بحث وجود داشت در رابطه با دولت شورایی، دولت سوسیالیستی، عمدتاً این دولت چگونه اعمال قدرت میکنه. بحث لنین به طور مشخص این بود که این دولت در واقع با اعمال هژمونی بر طبقات اجتماعی که همراه پرولتاریا هستن کنه، یعنی دیکتاتوری بر آنها روا نمیکنه، ولی بر طبقاتی که در مقابل قرار دارن، بقایای بورژوازی و هر اون چیزی که در مقابل انقلاب هستن، دیکتاتوری میکنه. یعنی این واژه رو فقط در رابطه با نقش پرولتاریا استفاده میکنه، در صورتی که گرامشی این رو برای بورژوازی هم استفاده میکنه. میگه بورژوازی با اعمال هژمونی بر جامعه مدنی در واقع کنترل جامعه رو به شکلی انجام میده که رضایتمندی در جامعه هم وجود داشته باشه، یعنی با دادن امتیازاتی به جامعه که پروسه رشد این امتیازات رو هم در واقع شکل پارلمانی حاکمیت سیاسی میدونه. یعنی توی این پروسه هست که در واقع میگه بورژوازی هم از این امر هژمونی، یعنی فقط دولت سیاسی اعمال قدرت سیاسی، اعمال قدرت قهر نمیکنه، بلکه از عواملی که نهادهایی که در این جوامع شکل گرفتن، که این نهادها میتونه از عوامل فرهنگی باشه، اجماع فرهنگی باشه، اجماع در واقع مذهبی باشه، میتونه از عوامل مختلفی، حتی اتحادیه‌های کارگری باشه، سندیکاهای کارگری باشه، استفاده بکنه برای اینکه حاکمیت خودش رو، یعنی در واقع شرایطی ایجاد بکنه که این شرایط این جامعه مدنی در خدمت به مناسبات موجود عمل بکنه. به خاطر همین معتقد هست، یعنی وقتی که انقلاب روسیه رو بررسی میکنه، معتقده که از اونجایی که ساختارهای اجتماعی، حالا ما توی بحث دیتیلش نمیریم، ولی معتقده که جامعه مدنی در روسیه شکل نگرفته یا شکل بسیار ژله‌ای خودش رو داشته و به همین علت دیکتاتوری تزار در اونجا عریان و نمایان بوده که عمل میکرده و از اونجایی که این جامعه مدنی عمدتاً نقش مشخص خودش رو در رابطه با حمایت از این دولت نداشته، پس در واقع انقلاب میتونه به صورت در واقع قهرآمیز خودش، به صورت کسب قدرت سیاسی به طور مستقیم انجام بشه و این رو گرامشی فرموله میکنه برای این جوامع که در جوامعی که اصولا این شکل از در واقع جامعه مدنی وجود نداره، کسب قدرت سیاسی از طریق کسب قدرت، یعنی سرنگونی دولت به طور مستقیم میتونه انجام بشه. ولی معتقده که بعداً هم امر هژمونی که گفتم، این امر هژمونی در واقع شکلی از جامعه مدنی رو بعداً به وجود بیاره، یعنی شکلی از جامعه مدنی که بعداً به عنوان ساختارهایی در جامعه تعیین کننده باشن رو شکل بده. بحثش در رابطه با جوامع غربی کاملا متفاوته. بحثش در رابطه با جوامع غربی معتقده که این جوامع مدنی که شکل گرفتن، که در واقع ساختار آموزشی، مذهب، تمام عواملی که در این جوامع هستن، اینا به عنوان سنگرهایی برای بورژوازی عمل میکنن و اون دو تز مشخص خودش رو تحت نام جنگ موضعی و جنگ متحرک که مطرح میکنه، جنگ موضعی رو
برای اینا در نظر میگیره. یعنی میگه ابتدا باید این جامعه مدنی، جامعه‌ای که بین جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی هست تسخیر بشه. یعنی این ساختارها اهمیت پیدا میکنن، نقششون در این ساختار، که این ساختارها دقیقاً هم از نظر آگاهی و هم از نظر عملکردشون بتونن در خدمت به انقلاب در بیان، تا بتونن، یعنی مرحله اول رو تسخیر جامعه مدنی میدونه، استراتژی رو تسخیر جامعه مدنی میدونه، کسب قدرت سیاسی یا دولت رو یک تاکتیک میدونه، در صورتی که در دومی کاملا برعکس مطرح میکنه. این در واقع اون مسئله‌ایه که به عنوان جریان مطرح میکنه. در رابطه با مسئله این جنگ مانوری رو که مطرح میکنه، این مفاهیم رو عمدتاً از ادبیات در واقع نظامی میگیره. یعنی معتقده که هر مبارزه سیاسی یک در واقع مفهوم نظامی هم داره، یعنی یک استراتژی نظامی هم داره و برای همین از این واژه ها استفاده میکنه که هم جنگ مانوری و جنگ موضعی. و توی این رابطه است که عمدتاً تزای خودش رو در رابطه با چگونگی پیشبرد امر مبارزه سیاسی مطرح میکنه. از کسای دیگه‌ای که به طور کلی در این رابطه نظرگاه‌هایی رو مطرح میکنن آلتوسر هست. آلتوسر دو تا در واقع مفهوم رو میگیره. یکی حالا دامینیشن یا تسلط هست، یکی دترمینیشن یا مشخص کردن یا چی میگن تعین هست. و این دو مقوله رو در رابطه با تایید نظرگاه‌های یا نزدیکی خودش رو به گرامشی نشون میده. آلتوسر معتقده که همونجوری که قبلا هم گفتم که اینم مارکس هم این رو مطرح میکنه، اینه که در گذشته اصولا رابطه‌ای که در این جوامع وجود داشته، اتصال ابزار تولید با نیروهای مولده نیازی به یک ساختار پیچیده اجتماعی از نظر دولت، از نظر ساختارهای مدنی نبوده. و از اون جایی که جوامع در واقع مدرن شکل میگیره و این ساختارها در واقع یعنی ساختارهای نوین شکل میگیرن، امر دامینیشن یا امر تسلط به امر دترمینیشن تبدیل میشه. یعنی امری که از طریق سلطه مستقیم انجام میشده از طریق شرایط اجتماعی باید مشخص بشه و این رو هم در تایید گرامشی مطرح میکنه و هم به نوعی نظرگاه کلی مارکس رو تایید میکنه و معتقده که نهادهایی که در این جوامع به طور کلی عمل میکنن، اینا در این جوامع که تمام اینا رو ما در شرایطی میگیم که بحران وجود نداشته باشه، یعنی بحران انقلابی نباشه، بحران اجتماعی نباشه، در شرایطی که در یک حالت تعادل اینا عمل بکنن، اینا در واقع نقش خودشون رو در پیشبرد امر اجتماعی انجام میدن. در رابطه با کلیت این بحث، یعنی شرایطی رو که امروزه ما باش مواجه هستیم که امیدوارم که بعداً بتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم، تغییر و تحولاتیه که در این ساختارهای جامعه مدنی در کشورهایی مثل فرانسه، در کشورهایی مثل انگلستان، امریکا، تغییراتی که در ساختار جامعه مدنی با اومدن در واقع کسانی از حالا بخش‌هایی که به نوعی مستعمره بودن یا تحت شرایط مشخصی
در امریکا به علت عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی که توی این جوام اومدن، چگونگی عملکرد اینا، منظورم عمل کرده اینا، چگونگی جذب اینا در جامعه مدنی و قوانینی که این جامعه مدنی اعمال میکنه و پذیرش اینا یا نپذیرفتن اینا چه عواقبی میتونه به وجود بیاره. و این رو حالا اگر بعد بحث شد میتونیم بیشتر، یعنی به طور مشخصتر توی یعنی این به قول معروف در جای مختلف به اشکال مختلف عمل میکنه و این رو میتونیم دو سه تا کیس مشخص رو بررسی بکنیم که اینا در تحولاتی که مثلا در 80 سال گذشته، 100 سال گذشته شده در آلمان، در بلژیک، در فرانسه، در امریکا، این امروزه چه پیامدهای اجتماعی در این ساختارهای جوامع مدنی داشته که امروزه به عواملی تحت نام تروریسم یا رشد تروریسم بهش برخورد میشه. با تشکر و مرسی از اینکه گوش کردین و امیدوارم که با شرکتتون در بحث بتونیم هم به اون چیزایی که در واقع من اشاره کردم اگه نکته هست مطرح بکنین که بتونیم به کمک هم یه بحث خوبی رو به پیش ببریم. با تشکر. بسیار خب پویان عزیز، خیلی ممنون، خسته نباشین. متشکرم که خیلی کامل جامع این مسئله رو به صورتی بررسی کردین.